با سلام خدمت همه دوستان. از امروز قصد دارم یک سری ویدیوهایی در مورد آموزش زبان آلمانی آماده کنم و در یوتیوب قرار بدم که امیدوارم مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. در این ویدیو در مورد der Tag یعنی روز و Tageszeiten و اوقات روز، اوقات شبانه روز میخوام صحبت کنم. اولین تایل روز یا قسمت روز صبح هست. der Morgen. توجه کنید که مورگن با حرف تعریف در میاد. از حدود ساعت 6 شروع میشه تا ساعت 9. 6 bis 9 Uhr. پس der Morgen beginnt von 6 bis 9 Uhr. قسمت بعدی یا تایل بعدی روز der Vormittag. میشه گفت از ساعت 9 تا 12 ظهر. Vormittag هم مثل مورگن با حرف تعریف در میاد، یعنی مذکر فرض شده توی زبان آلمانی بدون قاعده. از Vormittag و همینجا توجه کنید که Vormittag یک کلمه مرکبه که از دو قسمت فور و میتاق تشکیل شده. فور به معنی قبل و میتاق هم ظهر. Vormittag یعنی قبل از ظهر. قسمت بعدی یا تایل بعدی میتاق دقیقا ظهر از ساعت 12 تا 14. دست میشه گفت der Mittag 12 bis 14 Uhr. der Nachmittag. der Nachmittag هم مثل Vormittag از دو قسمت تشکیل شده. یکی پسفند ناخ هست و میتاق که میشه با هم دیگه بعد از ظهر. از ساعت 14 تا 18 بعد از ظهر. پس ناخمیتاق بعد از ظهر. بخش بعدی روز Abend. der Abend از ساعت 18 تا 21. von 18 Uhr bis 21 Uhr. Abend یعنی عصر. تایل بعدی die Nacht. این همینجا توجه کنید که ناخت تنها قسمتی از روز هست که مؤنث فرض میشه، یعنی دی میگیره، حرف تعریف دی ناخت. میشه گفت از ساعت 21 یا 9 شب تا 6 صبح میشه ناخت گفت. خب حالا میخوام بگم که به چه صورتی در بخشی از روز ما میتونیم به همدیگه سلام کنیم. سلام رسمی. البته برای سلام میشه حالا به صورت دوستانه گفت، ولی اگه بخوایم به صورت رسمی یا مؤدبانه سلام کنیم در صبح یا مورگن از گوتن مورگن استفاده میکنیم. برای فورمیتاق از واژه هم گوتن مورگن و هم گوتن تاق میشه استفاده کرد. در میتاق از گوتن تاق استفاده میکنیم، روز بخیر. همچنین برای ناخ میتاق هم از روز بخیر استفاده میکنیم، گوتن تاق. برای آبند گوتن آبند و برای ناخت گوتن ناخت. Wie großen wie uns. پس با واژه های گوتن مورگن، گوتن تاق، گوتن آبند و گوتن ناخت میتونیم به هم دیگه